نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ونورا للهداية والبيان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاسگزار هستم که باز در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه نسیم رحمت. در این برنامه مهمان عزیز و بزرگواری با ما هستند جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد، یکی از علمای بزرگوار افغانستان که این شرف و افتخار نصیب ما شد که در خدمت شما عزیزان باشیم و در خدمت ایشان با برنامه نسیم رحمت تا گوشه هایی از رحمت و مهربانی و فضل و کرم الله سبحانه و تعالی را در دین مبین اسلام خدمت شما عزیزان با جناب حضرت مولانا مورد بررسی قرار بدهیم و این اولین برنامه هست که موضوع فقه اسلامی در آن مطرح می شود و انشاءالله روزانه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با موضوعات مختلف، خاصتا موضوعاتی که برای شما عزیزان، برای بینندگان عزیز ما، خاصتا عزیزان ما در افغانستان مهم می باشد. جناب حضرت مولانا خوش آمدید به برنامه خودتون. تشکر، لطف کردین. خداوند متعال شما را اجر بده که زمینه را مساعد کردین تا لحظات با دوستا و اعزا بوده باشیم و حتی المقدور بتانیم بعض قضایای را که ایمان ما تقاضا میکند و اسلام ما تقاضا میکند به بحث بگیریم و اسلام را به عنوان راهگشای همه مشاکل بتانیم مطرحش بکنیم. زنده و سلامت باشید. جناب مولانا، یکی از مسائل مهمی که در دین مبین اسلام وجود دارد فقه و شریعت است. خیلی ها فکر میکنن که
فقه سبب اختلافات، سبب ایجاد مشکلات ها در بین جوامع اسلامی یا در بین مسلمان ها شده است. فقه چیست و فرق بین فقه و شریعت در دین مبین اسلام چیست و چرا اختلافات فقهی در جوامع اسلامی وجود دارد؟ تشکر. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. اصلا فقه به معنای دانش و علم عمیق است. درست. و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تعبیر میکنه که معرفت نفس ما لها و ما علیها. فقه در حقیقت همانا شناخت نفس راست، آنچه که برزمیش است و آنچه که باید انجامش بدهد در مقابل دیگران. درست. بعد فقه گسترده در اون زمان نبود به این شکلی که ما فعلا تقسیم بندیش داریم که ابعاد گسترده از زندگی ما شما را در خود گرفته است. در اون وقت یک علم جامع بود که عقیده در او شامل بود، فقه در او شامل بود، تفسیر در او شامل بود، حدیث در او شامل بود، همه در حقیقت. یعنی فقه فقط حلال و حرام نیست که این حلال است این حرام است، تنهایی نیست. بعضی مردم اینطوری فکر میکنن. بعد یک زمان رسید که علوم تقسیم بندی شد، یک علم از این خارج شد. علما در تعریف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قید را گذاشتن که معرفت نفس ما لها و ما علیها عملا. درست. قید عملا که آمد یعنی فقه اسلامی بحثش فقط و فقط است که آنچه که ما انجامش میتیم در رابطه با او بحث بکنه، چی حلال است، چی حرام است، چی را انجام بدیم، چی را انجام ندیم. درست. جمهور علما تعریف میکند که فقه در حقیقت علمی است که از ابحاث و از کارهای عملی بحث میکند. درست. و شامل بحث های تفسیر و عقیده و این مباحث نیست و شامل مباحث سلوک نیست. درست. بناهن وقتی که ما میگیم که فقه در حقیقت همانا عمق شناخت ارزش هایی که ما به او تعلق گرفتیم که انجامش میتیم و انجامش نمیتیم. درست. و به شکل ارائه باید شود که جنبه تطبیقی را ضمانت بکنه و مشکل جامعه را حل بکنه، هم آسان و هم ارزان. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد. چه نیازی به فقه هست به عنوان یک علم جداگانه؟ خب ببینین که در اینجا دو نقطه را میخوایم سرش بحث بکنیم. یکی خداوند متعال ارشاد میفرماید که فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیت چه وقت نازل میشه؟ هنگامی که مسلمانان در غزوه تبوک رفتن و یک تعداد تخلف ورزیدن و اساس از اون تخلفشان آیه تهدیدی نازل شد که و ما کان لأهل المدینه و من حولها من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. درست. هرگاه بعد از این آیت که مسئله رفتن به طرف جهاد میشد، همگی میرفتن بدون از اینکه کسی خود را پات بکنه، نمیخواستن تحت از این تهدید بیاید. درست. الله این آیت را نازل کرد که چرا در میان شما فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفه. فرقه در حقیقت یک گروپی است که از 10 شروع میشه تا 20 به یک تعداد و یک تعداد میگه تا 10 شروع میشه، یک از یک تا 10. در مابین از این گروپی کوچک چرا یک گروپی کوچکتری دیگری نباشد؟ لیتفقهوا فی الدین، تا تفقه حاصل بکند در دین. تفقه ببین استاد به معنای فهم عمیق است. درست. اگر تفقه را از باب تفعال است و باب تفعال خاصیت سختی است، یعنی به این معنا که هر کس فقیه نیست مگر کسایی که اونها تلاش پیگیر و همه جانبه در اخذ علوم کرده باشد. حالا میبینیم که اگر این تفقه از مجرد گرفته شود، یعنی از باب علمه علمو گرفته شود، درست. اسم فاعل پیدا میکنه فاقهان و اسم فاعل در حقیقت حدوث و تجدد کار دارد. یعنی فقیه کی است؟
کسی که به حسب زمانش و به حسب مکانش برای حلول مشاکل مسلمان ها در تعبیر دینیشان حلول را ارائه بکند و دین را به آسانی تعبیر بکند و بتاند یک مسلمان در چوکات دین زندگی بکنه و احساس نکنه که ما از دین میخوایم در این باب چون مشکل مرا حل نکرد بنان بیرون میشم. درست. اگر این تفقه را از باب مزید بگیریم، یعنی از باب شرفه یا شرفو بگیریم، در اینجا اسم فاعل ندارد، صفت مشبه است. درست. و خاصیت صفت مشبه همانا ثبات و دوام است. معنا چی؟ فقیه عبارت از شخصی است که با ثبات و دلایل قانع کننده از کتاب و سنت بتونه مشکل جامعه انسانی را حل بکنه. پس فقه مشکل ایجاد نمی کند، مشکل را حل می کند. حل می کند. درست. این نکته اساسی است. فقه مشکل را حل می کند، نه اینکه مشکل را زیاد بکنه. درست. استاد عزیز، اصلا مشکل در اینجاست که ما فقیه کم داریم. درست. ما فقیه نما زیاد داریم. از این خاطر فقها حلول را پیدا میکنه برای از که مسلمان چگونه آسان و ارزان زندگی بکنه و چگونه در پوشش دین بتانه آه آرام را و نفس آرام را داشته باشد. ارگاه فقه یعنی فهم عمیق از دین نشد، کسی که سوال میکنه او به طرف سختی میکشونه قضیه را. هر قدر میخواد که تو در سختی زندگی بکنی به ما اندازه خوش میباشد در فتوایش، و در حالی که قضیه ایتو نیست. فقیه همیشه به حسب ظروف یک انسان تعبیرش را عرضه میداند که بتونه مشکل از او را حل بکنه. ما یک قضیه را شما در متن فقه اسلامی میخوانیم، میگیم که در حقیقت میگم این قول شاذ است. درست. یا میگم این صیغه تمریز است. بله. چرا شاذ میگم و چرا تمریزی؟ به خاطر که فقیه در امو زمان برای امو شخص مشکلش را حل کرده و نخواسته که این فتوا برای عام مردم باشد. یعنی چنان انسانهای زیرکی بودن و چنان انسانهای عمیقی بودن. مثلا یکی از نفرامی پیش حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه و ارضاه، اما تو دیگه اوداجش بندیده، سرخ و متعصب و از قهر پر، و بگوید که جناب استاد، اگر یک نفر برود و یک نفر را بکشد، آیا میشه داخل جنت شود بعد از اینکه توبه بکنه، بعد از اینکه استغفار بکنه، بعد از اینکه پشیمون شود؟ حضرت عبدالله ابن عباس مرد میگه ابدا نه، اصلا بوی جنت نمیبینه، هیچ امکان نداره داخل جنت شود. آیه‌ای که بالکل تو بگو من قتل مؤمنا متعمدا بگیرم. خب این نفر خود رفت دیگه، چاره پیدا نکرد. مرد دیگر روز میاد پرسان میکنه که صاحب یک نفر از پیش خطا شده باشه و جاهل بود، یک نفر را به قتل رساند، ولی چاره است که توبه بکنه؟ باز میگه چاره نیست، خداوند متعال میبخشد. از شاگردش برش میگه که اون نفر دیروزی تو گفتی که بله مشکل حل میشه. میگه نه، او میخواست که انجام بده. درست. صحیح شد نه؟ او میخواست کسی را بکشه، باز بگه اینو من توبه میکنم. این نفر قتل کرده، حالا میخواد که توبه بکنه، ما چرا راه را بسته بکنه؟ اصلا این تعبیر باید عام مردم ما بداند که فقهای ما اصلا بحثی که ارائه میکنه و جوابی که برای سائل میدهد حسب ظروفش است و میخواد مشکل را حل بکنه. بنابراین ما در فقه اسلامی یک سلسله ثوابتی داریم که لا یتغیر و لا یتبدل. یک سلسله متغیرات داریم که متغیرات ما به مراتب از ثوابت ما بیشترتر است. بر اساس زمان و مکان، بر اساس زمان و مکان و حالاتی یک فرد باید جواب داده شود. درست. از این خاطر فقه اسلامی در تطور است. مثلا میبینیم که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردش را امنانش داده و هم برش درس داده. نه تنها که برای خودشان، حتی یک تعداد خانواده هایش تنبیل کرده. با این کل خدماتی که عرضه میکنه، امی شاگردش میگه که قال ابو یوسف، قال محمد، قال زفر، قال حسن.
خب ای چه رقم تعبیر است؟ نانش هم خورده، در زندگیش هم همراهشان بوده، بی نهایت استادش دوستم بورسیه داشته، تحصیلی هم گرفته. ولی بازم چی میگه؟ مخالفت میکنن. و امام ابو حنیفه رحمت الله زنده بود اینا مخالفت میکردن. درست. هیچ وقت امام رحمت الله علیه اینها را تهدید نکرده، از اینا قهر نکرده، بلکه خواست که فقه اسلامی به می شکل زیبایش مطرح شود و به حسب عمو زمانش قاعده برش داده شد. یکی از روزهای امام ابو یوسف رحمت الله علیه با امام مالک در رابطه با زکات خضروات و سبزیجات بحث میکنه. امام مالک دلایل خود پیش میکنه، مشنوه. بعد یک جمله عجیبی را ارائه میکند، میگه که والله لو كان صاحبي حيا لرجع كما رجعت. سبحان الله، شما فکر امام مالک میگه اگر استاد ما ابو حنیفه زنده می بود و دلایل تو را میشنید بدون چرا گپ تو را قبول نکرد و مراجعه میکرد قولتون. روی اساسی که فقهای ما در حقیقت مشکل گشای مردم هستند. چرا؟ باور و عقیده ما است که اسلام دین کامل، شامل، ابدی، الهی است. درست. و در تمام جوانب حیات دستور میدهد و پیام میدهد و این پیامش رفتن به طرف یک زندگی آرام و مطمئن این را تخریب نمی کند. یک زندگی بسیار مقبول، مادی، مانع از این نمی شود، بلکه می خواهد که روح و مادر را طور نگاه بکنه که بتونه خوب زندگی با خود بکنه، با خدایش بکنه و با مخلوق بکنه. از این خاطر فقها هیچ وقت سبب نزاع و سبب کشمکش و سبب نفاق نشده، بلکه ما هستیم که پیام مبارک از اونها را درست نگرفتیم. یگان بار به اصلاح فقیه نیست ولی در جای فقیه میشیند و تعبیر نادرستی را از دین میکنه که در نتیجهش اختلاف ایجاد میکنه، در نتیجهش تعصب ایجاد میکنه، در نتیجهش اسلام را به عنوان یک دین بسیار مشکل گشانه بلکه مشکل را که پیدا میکند مطرح میکند و این مشکل در حقیقت در ماست نه در فقه اسلام. درست. جناب مولانا، فقیه، شما فرمودین که در این زمان ما فقیه نداریم یا فقیه کم داریم. چه شرایطی وجود داره که یک انسان فقیه شود و چرا در این زمان با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی و هر انسان عادی را ببینید شاید در خانه خود صدها کتاب تفسیر و حدیث و کتاب‌های دینی داره، چرا امروز فقیه کم هست و در گذشته ما می‌بینیم که یعنی فقهایی داشتیم که هر کدام آنها کوههایی از علم بودن؟ بله. استاد اول خودی تعبیر را باید اصلاح بکنیم که فقها هستند. درست. فقیه هستند، زیرا ممکن نیست که جامعه اسلامی ما بدون فقها باشد. ولی کمند. اصلا مشکل ما در اینجاست که امروز ما علوم بیشتر در اختیار داریم. مثلا در کامپیوتر ما بسیار چیزایی هست که دیروز نبود، مکتبه شامل است و کتابخانه های بسیار بزرگی، ما میتونیم بسیار زود در قضیه داخل شیم، ولی بعد معنوی ما بسیار ضعیف است. درست. اصلا مشکل ما در اینجاست که بعد معنوی وقتی که ضعیف شد فهم از دین سخت می شود. قرآن کریم تعبیر می کند اتقوا الله و یعلمکم الله. گذشتگان ما بسیار زیاد از خدا می ترسیدن، یعنی در زندگی شخصیشان وقتی شما داخل می شدین اونها زندگی بسیار زیبا با خدا داشتن. امروز متاسفانه زندگی ما با خدای ما ضعیف شده و بسیار گردآلود شده. از این خاطر تعبیر ما از دین هم با چالش روبرو شده. روی این اساس ما در امروز که زندگی میکنیم استاد عزیز یک زندگی است که ما با کل زندگی ما گری خورده با جامعه ما، با مملکت های دیگری، با مردم دیگری، با عنعنات و رواج های دیگری. زیبایی خواد بود که ما برویم به طرف اجتهاد جماعی، یعنی به این معنا که هر مملکت ما یک لجنه از علمای متخصص و خدا ترس و عظیم داشته باشد. قضایا در اوجا پیش کرده شود، اوجا حلول پیدا شود، اوجا تحلیل شود، بعد از او باز
برای عام فقهای ما و عام علمای ما در اختیارش قرار داده شود. اگر به این شکل ما بتانیم که ما یک لجنه‌های داشته باشیم، به شرط از که اینا چی بوده باشند؟ آزاد باشند، یعنی تحت سیاست‌های نظام‌ها نباشد، بلکه اونها مردمی بوده باشند که بتانن واقعاً از حل مشاکل مردمشان و آهی که مردمشان دارن اونا باید بر حلول برشان بدهد، مشکلشان باید حل شود و مردم با این گروپ، با این لجنه تنگاتنگ رابطه داشته باشد، تنگاتنگ رابطه داشته باشد. یعنی مردم ما نترسن از اینکه چگونه قضیه را برای یک فقیه عرض میکنه و ما به باورمند هستم که هرگاه فقهای ما در داخل جامعه بوده باشند و مردم بتانن آه خود را و مراز خود را و مشکل خود را به شکل به اونها تقدیم بکنه که به حلول کنا تقدیم میکنه، به فتوای کنا میداد، به راه حل کنا پیشنهاد میکنه. از یک طرف این انسان آزاد شود از اون مشکل نفسی که دارد و فردی که دارد و اجتماعی که دارد، از طرف دیگر با دین دیگه هم اوی گره بخورد و با دین بوده باشه، از طرف سوم آبرو و عزت و جایگاه از او باید محفوظ بوده باشه و به هیچ شکل تشویش نداشته باشه در او غمی که دارد، در او مشکلی که دارد و مطرح کردنش با مفرد فقیه و یا با لجنه فقهایی که وجود دارد. در این صورت ما میتونیم که یک تعبیر فقه اسلامی ما در حقیقت همانا تقدیم یک نظم زیبای زندگی خوب کردن با خدا، با خود و با مردم خود. میشه گفت که یکی از خصوصیات فقه اسلامی همین است که زندگی مردم رو آسان بکنه، نه اینکه برای مردم مشکل ایجاد بکنه. قطعا. از این خاطر در فقه اسلامی وقتی که ما میبینیم که 4 اصل به اصلاح قبول شده داریم که کتاب و سنت و اجماع و قیاس است. بله. در پهلوی از اون ما 6 دانه اصول دیگه هم داریم که در اونجا عرف شامل است، در اونجا مصالح مرسل شامل است، صد ذرایع شامل است. بالکل این کلش با هم دست میدهد. میشه در مورد خصوصیات فقه بیشتر توضیح بدین؟ خصوصیات فقه اسلامی چی است؟ چرا ما میگیم که مثلا فقه اسلامی برعکس شرایع دیگری که فعلا وجود دارن یک فقه پویاست، یک فقهی است که در هر زمان، در هر مکان، هم امروز، هم 1400 سال قبل، هم 1400 سال بعد، شاید هم تا روز قیامت، این فقه راهگشای مشکلات همه جوامع در هر زمان و در هر مکان است. قطعا استاد. ببینید فقه اسلامی یک خصوصیتش است که ربانی است، یعنی مصدرش وحی است. از این خاطر فقهای ما با صراحت میگوید که کلام ما را و فتوای ما را و تعبیر دینی ما را به کتاب و سنت پیشکش بکن. هرگاه مخالف کتاب و سنت بود به دیوار بزنید. این حرف از همه فقهای ما و ائمه ماست. بناهن اساسش وحی است. درست. و ما میدانیم وقتی که اساس وحی شد بناهن ثبات ازی بر ما ثابت شد. درست. و صحت ازی بر ما ثابت شد و لزوم عمل ازی بر ما ثابت شد. نکته دوم که داره فقه اسلامی ما کمالش است. درست. یعنی فقه است که زیربنای بسیار قوی دارد، اصول و ضوابط بسیار قوی دارد. درست. یک علم، 2 علم در خدمت ازی فقه است. یکی علم اصول فقه است که در حقیقت به عنوان یک اصلی که ازی میتونه مفاهیم کوچک را استنباط بکنه در خدمت فقها است. و علم بسیار مهم و بسیار قوی است. علم دیگری به نام قواعد کلی فقه است. و علم سوم علم مقاصد شریعت است. اینی 3 علم در حقیقت یک جا میشه و برای فقیه راه و حلول را برش پیشنهاد میکنه. بنان این کمال در ثوابتش است. این اصولش است که ما میگیم کمال فقه اسلامی ما در حالی که هیچ دین و هیچ قانونی از چنین اساسات و زیربناها ندارد. سوم خصوصیت شمولش است. شمولیت یعنی فقه اسلامی شامل مباحث زندگی فردیتان و اجتماعیتان، سیاسیتان و اقتصادیتان و است. در کل مجالات جواب میدهد. ما میتونیم در فقه اسلامی پرسان بکنیم که چگونه میتونیم یک حکومت زیبا داشته باشیم؟ یک حکومتی که اراده مردم را تمثیل کنه، یک حکومتی که استبداد نداشته باشه،
یک حکومتی که احترام بگذارد برای اتباع خودش. اما تو حکومتی چگونه ایجاد میکنه؟ برعکس ادیان دیگری که میگن دین بعد از سیاست جدا باشد، دین فقط در داخل کلیسا یا همان عبادتگاه یهودا مثلا در همون جا فقط انجام داده شود، دیگه در مجالات مختلف اجتماعی در جامعه دین نباید نقشی داشته باشد، چون نمیتواند احتیاجات مردم را برآورده کند یا نمیتواند با زمان و مکان همخوانی داشته باشد. بله. اما اسلام این گونه نیست. شمولیتش هم است. یعنی ما سیاست اسلامی را فقهای ما توضیح میدهد و مکلفیت دارد. به طور مثال ما میگیم که حکومت اسلامی یک طرفش حاکم است، یک طرفش شوراست. حالا علما هستن و فقها هستن که باید کسی که وارد از شورا می شود یا به اصطلاح شامل مجلس حل و عقد می شود چه شروط داره؟ اونا باید رعایت بکنن. آیا این کسی که شامل از این شورا است و این لجنه است آیا انتصاب میشه یا انتخاب میشه؟ یا یک تعدادشان انتصاب میشه، یک تعدادشان انتخاب میشه؟ آیا اعضای از این شورا وقتی که حکم صادر میکنه و فیصله صادر میکنه برای حاکم الزامی است یا معلم است؟ یا در کجا معلم است، در کجا الزامی است؟ اینی نقاط را کلش فقها هستند که تحلیل میکنه و تجزیه میکنه و ارائه میکنه، به شکل ارائه میکنه که نتیجهش این شود که یک طرف احترام حاکم محفوظ بوده باشه، او باید عزیز باشه، او باید محترم باشه، از طرف دیگری مستبد نباشه. یعنی حقوق حاکم و حقوق محکوم. بله. این با کل جزئیاتش باید مطرح بکنه. بنابراین در باب سیاست بگویم، در باب سیاست کی باید حاکم باشه و چگونه چه صفات و چه صفاتی باید داشته باشه، چه وقت عزل میشه، چه وقتی را باید به محکمه میکشونی. کل موضوعاتی هست که ما در فقه اسلامی تحلیلش میکنیم. در یعنی باب جامعه مستبد مثل جامعه کلیسا نیست که چون اون کشیش در قرون وسطا مثلا خودش میگفت نماینده خداست و هر عملی که انجام میده یا جانب خداست، نه کسی او را میتوانست بازخواست بکند و نه کسی میتوانست در مقابل اونها بایستد. در اسلام این نیست. قطعا. از این خاطر ما یک دو مثال میخوایم عرض بکنیم که ببینیم که پیامبر ما علیه السلام میفرماید که بر شما بوده باشه علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المهدیین من بعدی عضوا علیها بالنواجذ. در خلافت اسلامی که ما مکلفیت داریم از اونها اتباع بکنیم حسب تعبیری که رسول علیه السلام برای ما میکنه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحبت میکنه برش میگه که او مردم از مابین شما انتخاب شدیم بر بالای شما باید اطاعت بکنین از سخنانی که من میگم، از امری که من میگم. یک عسکر میخوزد که به خلیفه رسول الله اگر مخالفت از کتاب و سنت کنی به شمشیر راستت میکنه، به شمشیر راستت میکنه. هیچ کسی ثبت کرده نمیتونه که اون نفر کسی تهدید کرده باشه، برش بد گفته باشه، بندی شده باشد. نه تنها بلکه حضرت خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق میگه که الحمدلله که در رعایت ابوبکر کسایی است اگر ابوبکر کج شود به شمشیر راستش میکنه. ولی کسی جرأت داره عسکر یک حکومت گپ بزنه؟ گفتیم نجاست که ما نظام‌های استبدادی را اسلامی نمیگیم. درست. یا حضرت امیر المؤمنین رضی الله عنه و ارضاه، شما ببینید که عجیب است. روز حضرت عمر رضی الله عنه و ارضاه در مجلس پیامبر علیه السلام پیامبر علیه السلام قصه معراج میکنه. میگه که یک قصر بسیار زیبایی را دیدم. من فکر کردم کی از ماست. از حضرت جبرئیل پرسان کردم که قصر از کیست؟ گفت که از عمر است. خواستم که وارد از این قصر شم ولی شجاعت و غیرت عمر مانع از این شد که وارد از این قصر شم. یعنی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه شجاعترین و با غیرترین انسان بود. بله. اما انسان عظیم خلیفه یا امیر المؤمنین است. به خاطر خیر مردمش میگه که اون مردم مهر را زیاد میگیریم، از این بعد مهر 300 بس. شما چه جنجال جور کردین؟ یا عروسی نیست، این نیست. این تحلیلش بود دیگه کرد. بله. از کنج مسجد یک خواهر میخیزد، دست خدا بلند میگه امیر المؤمنین، جیغ میزند و در اوج میگه تو چی میگی؟ خدا بر من قنطار داده و قنطار عدد نامعلومی از مال بسیار زیاد است.
تو چرا تهدید میکنی و حق مرا تو میخوای کشک بکنی؟ جای باجا چی میگه؟ خطا عمر و اصاب الامرأ. در تعبیر دیگه چی میگه؟ کل الناس افقه من عمر. همگی از عمر دانشمندترن و پایین میشن. استاد شما ولی فکر بکنین که در اینجا چند زیرکی در این حدیث است، در این تعبیر است، در این تاریخ است. اولی که زنا در مسجد بودن، پرده بود؟ نبود. مشارکت بود؟ بله. آواز که بلند میکنه امیر المؤمنین طبیعتا نمی اتو کلگی سعی میکنه نمیکنه. بله. یا که میگه نمیکنه، من یقین دارم که سعی میکنه. آوازش بلند شد نشد کلگی شنید نشنید. ولی ما از دین چی تعبیر جور کرده؟ چی راهکارهایی جور کرده؟ بریم دیگه خارج رو پرسان بکنیم. از خاطر منبع فقه اسلامی گفتم که وحی است و تاریخ زرین سلف صالح ماست. از جا باید درس بگیریم. مشاکل رو ایجاد نکنیم بلکه مشکل رو حل بکنیم. مشکل رو باید حل بکنیم. فقه اسلامی مشکل حل میکنه، مشکل رو زیاد نمیکنه. از این خاطر فقه اسلامی نظام‌های مستبد و دیکتاتور را نمیپذیرد، بلکه راه‌هایی را پیشکش میکنه که سهم مردم و اراده مردم به شکل زیبا در نظام باید دیده شود. در باب اقتصاد اسلامی عین شکل فقهای ما مکلفیت دارند که راه‌هایی را پیشکش بکنه که مردم به رشد اقتصادی برسند و تکافؤ اجتماعی برسند. نظام طوری باید بوده باشه که خدمتگار مردم شود و رفاه را ضمانت بکنه، خدمات اجتماعی را باید تقدیم بکنه و ما تاریخ بسیار در این باب داریم. از این خاطر فقه ما فقه شامل است، هم فرد را، هم کتله خانوادگی را، هم کتله اجتماعی را و سیاست را و اقتصاد را و همه مجالات زندگی را در بر می‌گیرد. به تعبیر دیگری معنا و مادر، دنیا و آخرت را کلش باید تحلیل شد و کلگی باید در نظر گرفته شد. یعنی یک فقیه ما یک موضوع رو بحث میکنه، از همه مجالات به این میبیند. از نظر عقیده میبینه، از نظر اجتماع میبینه، از نظر اخلاق میبینه، از نظر سیاست میبینه، از نظر اقتصاد میبینه. همه را تحلیل میکند در روشنی مقاصد شریعت. بعد از او باز بحث میکنه. از او بعد یک موضوع را برای حل مشکل یک مسلمان و یک جامعه اسلامی ارائه میکنه که زیبا بتونه زندگی با خود و با خدا و با مردم داشته باشه. سوم، خب ربانیت، کمال، شمول، ابدیت از جمله خصایص فقه اسلامی است. این فقط تا روز قیامت داره. نمیتونه که چطور میتونه که بگم فقه اسلامی تا روز قیامت حکم میده؟ به خاطری که ما به تجدید باور داریم. به تجدید باور داریم. از این خاطر رسول علیه السلام میفرماید که ان الله لا یبعث على رأس كل 100 سنه من یجدد لها دینها. چرا تجدید؟ این تجدید خوب به معنی است که چیزی که داری او را نوآوری کنی. تجدید خوب به معنی تبدیل نیست. درست. که شی را اوسو بکنی، این میز را اوسو بکنی دیگه میز بیاری. این خود تجدید نشد. درست. بنابراین فقهای ما ضامن از این هستند که این دین را تا به روز قیامت نگاه بکنه. وقت نگاه کردش میتونه که تجدید را امر لازمی در تعبیر فقهی ما داشته یعنی با حفظ اصول و ثوابت. بله. از این خاطر میگم که تجدید گاهی به معنای تأصیل است. درست. یعنی ما که امروز در قرن 22 زندگی میکنیم یا 21 زندگی میکنیم، ما چطور میتونیم که امروز خود را با جامعه دیروز خود و با اسلاف خود یک وفق بدیم. به طور مثال ما میفهمیم که معنویت ما بسیار زیاد سقوط کرده، اخلاقیات ما بسیار زیاد سقوط کرده. اینو میدانیم. فقهای ما مکلفیت داره که اینو باید زنده بکنن. اینو باید زنده بکنن در فرد. صداقت ما ضعیف شده، امانت ما ضعیف شده، ایثار ما ضعیف شده، اخوت و برادری ما ضعیف شده. این کل سبب شده که ما به عنوان یک امت زنده تبارز نکنیم. پس وقتی که اینی مرض است، هر فقیه ما این قضیه را تحلیل میکنه در فتوای خود و این را پس میبره برای سلف صالح ما که اون مبارکا چگونه زندگی میکنه. در روشنی او ما چی میکنه؟ مشکل امروز خود حل میکنه. یعنی ضعف امروز خود میبریم و گذشته خود از اونجا درس میگیریم و اثر نقطه گذاری میکنیم و اساسات خود میگذاریم. گاهی
تجدید به معنای تنخیل است، غیربال میکنه. مثال استاد، آرت یک چیزی است که ما شما همیشه در خانه خود استفاده میکنیم و جای پاک میگذاریم، کش میکنیم چیزی دو نفته، ولی با واسه از یگان بار چیزی مفته نمیفته. وقتی که غیربال شروع کنیم باز میبینیم یگان بار پچقل به اصطلاح موشه پیدا میکنیم، یگان بار سنگ پیدا میکنیم، یگان بار برنج پیدا میکنیم، یک چیزی دوجا مفته با واسه که بسیار تلاش کردیم که باید پاک نگاه شد. اسلام را میخوایم پاک نگاه بکنیم، ولی یگان بار چیزای داخل میشه، گاهی سیاست مداخله میکنه، گاهی اقتصاد مداخله میکنه، گاهی ضعف ایمان و فقهای ما مکلفیت داره همیشه غیربال بکنه و پیام تجدیدی زیبایی را باید عرضه بکنه. گاهی به معنای عزیزه که فقهای گذشته ما کار خود را کردن، بسیار در همه برنامه‌های حیات چیزی را تقدیم کردن. درست. خب اونا خود کار خود کردن. امروز که از ما که سوال میکنه و در او کتابا نداره، بیمه نداره، انتخابات نداره، اسالیب حکومتداری جدید را نداریم. خب در او کتابا خود ما نمیبینیم. امروز ما مکلفیت داریم یک را جواب باید بکنیم، چون که نص صریح در قرآن و سنت هم است. کلش در اساسات در سلف هست، اونجا برنامه هست، اونجا اصول هست، ضوابط هست. حالا ما باید کار را باید بکنیم، ما نباید مردم را گیج بکنیم. به طور مثال عرض بکنم استاد، بسیار آواز هست حقوق زن ما چی رو میخوایم؟ برای زنها تمام آنچه که خدا گفته برش عطا میکنیم، اسلام گفته برش. خب چی رو میگی برش؟ پیش شما رو بکنیم 1 2 3 4 این زن از این گیچی خلاص بکنیم، بگم که این حقوقت است. چرا ما فرد چیزایی در دل ماست که باید بگویم ولی از تو میترسم نمیگم. صحیح شده که نشه که تو در جان ما تاپه بزنی و دیگه میگه چطور میشه. ولی اگر ما یک لجنه‌ای از فقها داشته باشیم با جرأت میتونیم بگیم که خواهرم این حقوقت است در تعلیم، این حقوقت است در کار، این حقوقت است در انتخاب، این حقوقت است در سیاست. میره باید بگویم. ولی چرا گفتن نمیتونیم؟ کل ما میگه اسلام هر حقوقی که بر تو داده ما میتیم، ولی هیچ کسی نیست که برش بگه که این حقوقت است. واقعیتش کمی است. بنابراین ما مشکل داریم. از خاطر شمولیت اسلامی در این باب مطرح می شود و کمالش و ابدیتش در است که ما به حسب زمان باید پیام دادیم. جزاکم الله خیر. یکی از خواهرها یک وقتی سوال کرده بود که اکثر علما در مساجد فقط در مورد حقوق شوهر صحبت میکنن که با شوهرتان این گونه برخورد کنید، با شوهرتان این گونه، هر وقت شما رو صدا کرد لبیک بگویید فلان. یک بار نشد یکی در مورد حقوق ما بیچارا صحبت بکنه در منابر که زنها هم حق دارن، حق نفقه دارن، حق رعایت دارن، حق برخورد خوب دارن در خانه. میگه بیشتر علما یعنی در مساجد ببینیم که همیشه در مورد اعمالی که باید یک زن در مقابل شوهرش انجام و اینجا مجال باز میشد برای سازمان‌های حقوق زن که بله به حقوق زن تجاوز شده و به حقوق زن رسیدگی نمی شود. جناب مولانا اگر موافق باشید یک میان برنامه بگیریم و بعد از اون در خدمت شما باشیم. بینندگان عزیز و گرامی با هم میان برنامه ای را می بینیم و بعد از اون دوباره با حضرت مولانا عبدالسلام عابد با برنامه نسیم رحمت در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. با ما همراه باشید. خوب بود انشاءالله. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.
أحسن المعاني، وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان، وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان. وللحق اهتدى قوم كرام، فصاروا للنجاة وللأمان، ومن أجل الحقيقة لا تبالي بسخط الناس في هذا الزمان، ولكن في رضا المولى فأسري مراكبك الكريمة في الرهان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان. وحب الآل من خلقي وديني، وهم والصحب في أفق المكان، سموا في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية للعيان. نواليهم ونقبس من هداهم ضياء في مشارعنا الحسان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام دوباره خدمت برادران و خواهران عزیز و گرامی بینندگانی که ما را از طریق کانال ندای حق در یوتیوب و صفحه رسمی جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد میبینند. در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع فقه اسلامی و قبل از این میان برنامه در مورد ویژگی های فقه اسلامی و فقها و اینکه فقه اسلامی برای حل مشکلات جامعه و برای بیان کردن مسائل دینی در همه جوانب زندگی برای ما آسانی و راحتی آورده است و این فقه شامل است و ابدی است تا روز قیامت، در هر زمان در هر مکان برای حل مشکلات جوامع اسلامی حاضر خواهد بود.
دوباره از سلام ادب داریم مولانا. تشکر. در مورد حرف خوبی زدیم قبل از میان برنامه. فقه اسلامی خوب است، فقه ربانی است، شامل است، کامل است، ابدی است. اما یک سری واقعیت هایی هم وجود دارد در جامعه اسلامی که خیلی فکر میکنن که فقه سبب مشکلات، سبب اختلافات شده. این مذهب حنفی است، این مذهب حنبلی است، این مذهب شافعی است، این مذهب مالکی است. یکی با دیگری درگیر هستند. یکی میگه دستت بالا ببند، یکی میگه دستت پایین ببند، یکی رو تکفیر میکنه. یعنی آیا واقعا فقه اسلامی دعوت به تعدد مذاهب و این اختلافات و این دشمنی ها داده است یا نه؟ اصلا مذهب چیست؟ چرا باید دین یک دین است، کتاب یک کتاب است، پیامبر صلی الله علیه و سلم یک پیامبر است، قبله یکی است، مصادر شریعت یکی است. هیچ پیش هر مذهبی بریم میگه که مصدر ما قرآن کریم است، سنت رسول الله. چرا این مذاهب به وجود آمد؟ اصلا مذاهب یعنی چی؟ تشکر استاد، سوال بسیار مهمی است. خدا کنه که بتونم در یک وقفه کوتاه بحث شود سرش. دوست دارم که انشاءالله این مبحث را در مجالات بعدی هم اگر بتونیم انشاءالله شاید نیاز باشه که حتی یک قسمت دیگر هم در این مورد صحبت بکنیم، چون واقعا یکی از مشکلاتی است که امروز جامعه اسلامی دارن زندگی میکنن. استاد، مذهب در حقیقت اگر ایره از ذهبه یذهبوا بگیریم به معنای راه است. هیچ کس نگفته که راه را بوسه بکن و در راه بشین باز به مطلوبت میرسی، بلکه راه برای رفتن است. اگر این از ذهب بگیریم به معنای شی را ملمع کردن و زیبا کردن است، شی را مقبول بکنیم تا مقبولیش وادار بکنه شی خریدار پیدا بکنه. درست. اصطلاحاً گفته میتونیم که مذهب مجموعه از اقوال و نظریات مجتهدین کرام است رضوان الله علیهم اجمعین که از دین آسان تعبیر کرده تا دین آسان تطبیق شود. دین کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و این دو منبع قابلیت نقد را ندارد. آمدیم در رابطه به مذاهب اونا تعبیر دین را کردن آسان و ارزان. آسان و ارزان. درست. یعنی به این معنا که بر ما فقهای ما گفته که در اینجا در حقیقت نص وجود دارد و وقتی که نص وجود داشته باشه ما باید تسلیم شویم. درست. دیگه در اونجا بحثی نیست. هیچ فقیه ما نگفته که اگر تو رفع الیدین نکردی نماز تو نمی شود. هیچ فقیه ما نگفته که اگر تو رفع الیدین کردی نماز تو نمی شود. بلکه در اینجا سنت رسول علیه السلام است و در سنت رسول علیه السلام ترجیحات را ما نمیاریم. درست. بلکه وقتی که دیدیم که یک کس به سنت عمل کرد نه تنهایی که نقدش نمیکنیم بلکه شکر میکشیم. درست. زیرا به این عنوان که ما به طور مثال ما در فقه حنفی زندگی میکنیم و در فقه حنفی رفع الیدین نمیکنیم. درست. ولی وقتی کسی که رفع الیدین میکنه شکر میکشیم که همین سنت پیامبر خدا علیه السلام متروک نشد، بلکه یک کسی هست که الحمدلله عمل کرد. پس هرگاه در یک چیزی که به سنت پیامبر ثابت بوده باشه هیچ فقیه اختلاف نمی کند و هیچگاه این جرأت را نکرده که نظر خود را بر یک سنت بدهد، بلکه او را تایید میکند. این خب مشکل ماست و ضعف ماست که ما تعبیر فقهای خود را یاد نداریم و تعبیر از اونا که نفهمیدیم جهل ما را وادار میکنه به تعصب. این یک موضوع. موضوع دومی است که فقهایی که ما داریم مذاهبی که داریم در حقیقت یک چوکات را به خوب زندگی کردن در تحت لیوای دین مطرح کرده است. درست. به این عنوان که مثلا استاد ما یک خانه دارم، یک زمینی دارم 15 در 25 میخوام در یک خانه بسازم. حالا دو حالت دارم، یا خود من انجینر هستم بله باید ترسیم بکنه و نقشه از خانه رو بسازم و برای معمار باید که جور بکنم، و یا که انجینر نیستم پس چی میکنم؟ خودم جور میکنم اما تا بی نقشه مجبور هستم میره به یک انجینر پیشکش بکنم و متخصص سریزی کار بکنه. حق ما همیست که ما برای متخصص و انجینر بگم اینه که خانه دارم باید باشه، اینه تو باید باشه، اینه تو باید باشه، خوب خواسته های ما رو بشنوه. بعد از او به مقتضای
خاصیت و متطلبات ما و یک نقشه درست میکنه. درست. میشه که یک انجینر نه 2-3 انجینر خانه بود. هر انجینری که ما خانه رو بر ما ترسیم بکنه شاید او فکر بکنه که 100% استاد عابد از من خوش شد، در حالی که من شاید خوش نشده باشم از نقشه، شاید 80% خوش شده باشه، 80% مشکل ما حل کرده باشه. دیگری گفته باشه شاید 80% حل کرده باشه مشکل، در حالی که من 95% از او راضی باشم. ولی در کل اگر 80% 90% همون نقشه تطبیق شد، آیا مشکل من را حل کرده نکرد؟ مرا از هوای سرد نگاه کرده نکرد، مرا از هوای گرم نگاه کرده نکرد. میمانم به شکل زیبا میتونه امرم زندگی بکنه نکنه، خدمتش کرده میتونه نمیتونه. درست. مذاهب در حقیقت یک سیستم خوب زندگی کردن در زیر چتر شریعت است. ما در یک جای میبینیم که تضاد را به اصطلاح فکر میکنیم در یک تعبیر که رسول علیه السلام کرد. او به ما گفته که اردوی سیست خواگری را بکنی بهترتر است. او دیگهش گفت نه اگر این کار را بکنی بهترتر است. بنابراین چیزی که ما مکلفیت داریم دو حالت داریم، یا انجینر هستم خودم نقشه جور بکنم، به این عنوان که خودم فقیه هستم، شروط فقاهت در ما وجود داره، ما ضرورت ندارم که از یک فقیه دیگری از یک مجتهد دیگری تقلید بکنم، میتونم خودم از کتاب و سنت و همون اصولی که هست استفاده بکنم. و یا این هست که من نمیفهمم باید به کجا تعبیر بکنم. آیا ما مختلط زندگی بکنم؟ دلم خودم هیچ نمیفهمم. و در یک جا میبینیم که خون میایه از دستم، باز میگم نماز خوانده برای چی دقیقه است. جای دیگری که باز ببینه که یک زن لمس میکنه بچی میگم نه وضویت نماز کنم. پس ما مکلفیت داریم که وقتی گفتیم که نمیفهمم یک چوکات باید بپذیریم، در اون چوکات باید زندگی بکنیم و خدا بسپاریم به فقهای ما و بزرگان. چون مولانا خیلی میگفتن همیشه یک تعبیر بکنیم. از این خاطر ما بحث تقلید که امام قرطبی رحمت الله علیه او را تعبیر میکنه، میگه تقلید فقیه از فقیه حرام است. خودش باید دلیل جستجو بکنه، چرا از کس دیگر استفاده میکنه؟ خودش چی کار است؟ دقیقا میخواد مرتبط با این موضوع سوال بپرسم. تقلید فقیه از عوام حرام است. فقیه شده باشه هرچی که مردم میگه شما صحیح رواج درست است، حلوای شام خورده بره، چرا این کارو بکنه؟ تقلید عوام از عوام حرام است. یک قریه از قریه دیگر تقلید کرده بره. تقلید عوام از علما واجب است. خود دلیل نمیفهمه و اگر دلیل تشریح بکنی نمیفهمد. بنابراین مذاهب ما در حقیقت راهگشای حلول مشکلات مردم است که بهترتر بتونه زندگی بکنه آسان و مقبول. مشکل ما در اینجاست استاد که امی عالم نماها را بگوید اینا مشکل را ایجاد کردن. دوم این مشکل را ایجاد کرده که ما خلط کردیم زندگی اجتماعی حکومتی را با زندگی فردی خود. یکی زندگی حکومتی است، حکومت قوانین را وضع میکنه، مجبور است تحت یک حاکمیت مذهب، زیرا او تعدد رو نمیتونه بپذیره. یکی زندگی اجتماعی ماست، زندگی اجتماعی آزاد است، بگذاریم مردم را یکی رفع الیدین میکنه، یکی نمیکنه، یکی آمین میگه، یکی آمین نمیگه، یکی در این مذهب زندگی میکنه، دیگه در اون. ما مداخله نباید بکنیم در زندگی شخصیشان و چرا سرش نگوییم، کل را بازار وادار نکنیم که از یک چیز پیروی بکنه. یکی نظام است. طور مثلا ما در افغانستان هستیم، کلگی ما با فقه حنفی بلد هستیم، نظام قانونی ما فقه حنفی است. یعنی به این معنی که مثلا در مسئله ازدواج یک حکومت در محکمه که شما میروید همه شروط ازدواج باید طبق مذهب حنفی در محکمه اجرا شود، چون که اگر بگوییم که مثلا در یک محکمه یک قاضی بر اساس فقه حنبلی، دیگری بر اساس فقه مالکی، یکی شافعی، یکی حنفی احکام را اجرا بکند و شاید مشکلات ایجاد شد. اما در زندگی شخصی مردم حکومت حق ندارد که مردم را مقید بکند که حتما و باید شما از این مذهب پیروی بکنید. خب من میگم که بحث زندگی خانوادگی یک بحث شخصی است. درست. یعنی کوشش نکنیم که این را در حکومت داخل کنیم مگر اینکه چاره نداشته باشد. درست. بگذاریم مردم زندگی آرام بکنن. درست. ولی در قضایای خرید، منظور اگر که بله مشکلی ایجاد شد پیش قاضی رفت، باید پیش قاضی که رفت، قاضی مجبور است یک مذهب مطلب کنه، نمیتونه که تعدد داشته باشه. درست. زیرا باز خودش یک اختلال در نظام میآید. از این خاطر قانون یکی است و قانون میبره.
یک بار میبره. شاید در او بریدن یگان دفعه کس نقص بکنه. درست. ولی امن نمیره میخواه. اما اصل بر این است که حتی در همین مسائل هم نباید تعصب داشته باشد یک حکومت که حتما ما باید بر اساس این فرموده این مذهب باید حکم بکنیم و اگر حکم بهتری در فلان مذهب دیگری وجود دارد ما قبول نمی کنیم. الا بالله باید همین باشد. حق داره. یک مشکل دیگه ما داریم باید اقرار بکنیم است که قضا در اسلام عزیز ما قضا اجتهادی است. درست. یعنی به این معنا که ما قاضی ما نباید یک قانون پیش روش باشه و حسب قانون فیصله کنه. قاضی درست. ما چنان فقیه باید باشه که مراجعینش را آسان و ارزان مشکلش حل کنه. چون ما امت فقها نداریم، امت قاضی ها نداریم، مجبور شدیم برش قید گذاشتیم از مجبوریت. از اینکه بیخی لگام گسیخته شود و هر کس نظریات خود بیاره، از اینکه بهترتر میدانیم که قانونمندش بکنیم. ورنه ای کاش که ما امت فقها می داشتیم و قاضیای مجتهد می داشتیم که هر کس می آمد امروز به یکی مثل حضرت عبدالله ابن عباس یکی یک فتوا میداد، دیگر فتوا میداد و به حسب ظروفش و حسب حالاتش مشکل مردم را حل میکرد. متاسفانه که این مشکل ما داریم. بخاطر الله سبحانه و تعالی میفرماید یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. بالکل. یعنی اگر یک مسئله در به شکل آسانتری از نگاه یک فقه دیگر، یک فقیه دیگر مطرح شده باشد، قاضی مکلف است که همون آسان رو بگیره. قطعا. از این خاطر ما در فقه قانون مدنی افغانستان بسیار قضایا داریم که از مذاهب دیگری گرفته شده. چیزایی داریم، زیاد داریم. درست. علتش چی است که فقه در حقیقت حل کننده مشکل است، نه ایجاد حل مشکل، بلکه مشکل حل میکنه. از این خاطر قانون مدنی افغانستان یک قانون بسیار زیبایی است. و فقهای بسیار بزرگی سر از کار کردن و بسیار زیبا تعبیر شده. اساس فقه حنفی است. ولی در بعضی جا چی میکنه؟ فقه حنفی را مشکنانه. به طور مثال ما در فقه در قانون مدنی افغانستان میبینیم که اگر 4 سال سر یک مفقود دیر شود، خانمش را قاضی طلاق میده و کس دیگری میده. در حالی که در فقه حنفی تو نیست. ما در مسئله طلاق این قضیه داریم. صحیح شده؟ در اونجا طلاق ثلاثه را طلاق واحد میدونه. در فقه حنفی رای شیخ الاسلام. بله. چرا؟ مشکل مردم باید حل شود. حالا ما میبینیم که اگر ما هر قدر تانستیم فقه را آسان جلوه بدیم و ما سماحت دین را در رو نگاه بکنیم که پیامبر علیه السلام بایست و بالحنفیه تعبیرشون از سهل از سمح و یا یسیروا ولا تعسروا یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. یعنی کل تعبیراتی است که ما در روشنی از او باید قضایا را باید مطرح بکنیم و تحلیلش بکنیم. پس برمیگردیم که مشکل در فقه اسلامی نیست، مشکل در ماست و خداوند متعال ظرفیت ما را بلند ببره تا بتانیم آرا و نظریات علما را ایره بهترتر بگیریم و ایره به تضاد نبینیم بلکه به تنوع حکمش بکنیم. تنوع بسیار زیباست. من انار میخورم، خودت سیب میخوری. چرا تو نقد بکنم وردیش زیبایی خود را دارد. اگر تضادش فکر کنیم دین به بو می شود و جامعه خود ما به نام دین باز به طرف کشمکش و به طرف بدبختی می برد. جناب استاد یک سوال از شما میپرسم. قبل از سوال ما نیاز داریم که یک برنامه دیگر هم در مورد مشکل تعصب و اینکه حکومت ها بیایند بخواهند یک سری مسائل فقهی را بر عموم ملت حاکم بکنن. شما اشاره فرمودین، اما میکنم موضوع بسیار موضوع شاخه‌های فراوانی دارد. اگر قسمت بعدی را هم در موضوع تعصب مذهبی صحبت بکنیم. همه این حرفایی که زدیم حرفای خوب، اما برمیگردیم به اون سوالی که بعد از میان برنامه پرسیدیم. چرا فقها در بینشان اختلاف است؟ یک فقیه گفته که مثلا رفع الیدین بکنید، یکی گفته نه نکنید. یکی گفته دستان رو روی سینه بگیرید، دیگری گفته دست مثلا زیر ناف بگیرید. این اختلاف نیست استاد. اما به نظر مردم اختلاف. این تنوع است. تنوع را اختلاف نگوییم. پیامبر این کارو کردن. پیامبر رسم که یک کاری را کرده و ثابت شد، هیچ کس حق نداره که در اونجا رد بزند. و ما در این چیزا تنوع داریم. یعنی من نمیتونم که ام رفع الیدین بکنم ام نکنم. یعنی یکی را باید انتخاب بکنم. درست. بنابراین یک فقیه آمده این دلیل از این حدیث برش محکم آمده و درست آمده و تعبیر حدیث صحیح سرزی اطلاق شده.
ما رواه بنقل عدل تا متصل السند غیر معلل ولا شاذ. گفتم این صحیح است. دیگه گفت نه در اینجا شاذ وجود داره، دیگه را گرفته او برش صحیح نمیشه. درست. و اما عرف و زمان هم تأثیر گذار است. درست. صحیح شد. بنان یک تعبیر را کرده ولی به معنای تضاد نیست که یکی را وضع شی رفع ثانی بگوید، بلکه به معنای تنوع است. یکی سیب میخوره، یکی دیگر انگور میخورد و دیگه تضاد فکر نکنیم و ابدا این وسیله چالش ما نیست زندگی کردن. درست. یک نقطه شد که هیچ وقت نظریات فقها. دوم نقطه است که انجینری است. یک انجینر یک نقشه را داده و انجینر دیگر نقشه را داده. درست. او خوبی های خود داره، این خوبی های خود داره، ولی در وقت تطبیق نمیتونی هر دویش خلق کنی، باید یکی را قبول بکنی. درست. بنان من عرض کردم که یا خودت انجینر هستی بر خود خانه را دیزاین کن، اگر نیستی یک انجینر را باید مراجعه بکنی و او که بر تو یک نقشه را داده مو را تطبیق کنی، که او دست نزن. درست. پس ما نقشه امام ابو حنیفه را قبول کردیم. وقتی که قبول کردیم پس به او باید پابند بوده باشیم و در جایی که میخوایم که عقب بریم و کمک ترمیمات بیاریم و یا تعدیلش بکنیم، اون نظریات شخصی نیست. او لجنه علمی میگوید که در اینی مورد به خیر مردم ما امیست که مفقود را بگم 4 سال. جناب مولانا، آیا فقها مثلا امام اعظم رضی الله تعالی عنه گفتن که این نقشه من است الا و بالله کانه وحی منزل از آسمان، شما باید به همین نقشه عمل بکنید، به هیچ نقشه دیگه هم نگاه نکنید؟ استغفر الله، ابدا نه. نگفتن. بلکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که کسی که دلیل مسئله مرا نداند حرام است به او عمل بکند. دلیل مرا باید بشنوه. درست. هیچ فقیه نگفته که او مردم بیاین سلیمی فتوای ما عمل کنه. این هیچ کس نگفته. آیا فقها در زمان خودشان یعنی همین مذاهب را اونا تأسیس کردن؟ مثلا مذهبی را گفتن که این مذهب من است، شما مردم باید از این پیروی بکنید. فقهای ما مردمای طبیب بودن، مردم مراجعه میکردن، اونها جواب میدادن. غیر مستقیم در درون مردم حاکم بودن. درست. و چون مدرسه بود، شاگرد بود، مدارسه بود و مردم در حلول مشاکلشان با اونها مراجعه میکردن. وقتی که مراجعه میکردن فتوا که میدادن، اون فتوا تطبیق میشد. چنان جایگاه این فقهای ما داشتن که وقتی که میبینیم که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چرا برش حاکم زمان میگه که بیا قاضی القضات شو، او نمیشه. به خاطر که حاکم فهمید که کل مردم خود در حل مشکلاتشان به او مراجعه میکنن. درست. این قاضی میخواد چیکار شد؟ خواست که از وجهه ابو حنیفه رحمت الله علیه سوء استفاده بکنن، به نام قاضی قبولش بکنن برای رسمیت بخشیدن و گفت این کارو نمیکنه. بنان فقهای ما در حقیقت موضوعات مذهبی را چنان مطرح کردند که مردم به زیبایی خودشان مراجعه کردند و شاگردایشان زیبا را تدوین کردن به عنوان یک سیستم زندگی کردن یا زیبا. الحمدلله که امروز ما صاحب یک تراث بسیار عظیم از فقه اسلامی هستیم و میتونیم گفته که بسیار به شکل زیبا بر ما چگونگی زندگی کردن را اونا نشان دادند. خداوند متعال سعیشان را مشکور بکنه و ما مرهون احسان از اونها هستیم. یعنی در حقیقت میشه گفت که اونها مؤسسین مذاهب نیستن، مؤسسین مکاتب فقهی هستند که برای حل مشکلات همان زمان و مکان بر اساس فهمشان از کتاب و سنت این مسائل رو برای ما مطرح کردن. طبیعی است که اگر مؤسسشان بگیم در این مشکل نداریم، به خاطر که ما مذهب چندین نوع تعبیر می شود. یگان بار می بینیم که کسی که اصول و قواعد یک مذهب را گذاشته است او را میگه مجتهد مطلق. درست. و کسی دیگری که پشت سر از او قواعد استفاده میکنه او را میگه مجتهد در مذهب. درست. بعد از او باز وقتی که کسی دیگری میاد در روشنی از او اجتهاد مذهبی قضایا کوچک کوچک را استنباط میکنه، باز میگه مجتهد در مسئله. درست. باز میبینیم که از او که با دیگه فقها یا مسلمان وارد باز میگه مقلد. درست. صحیح شد. از این خاطر اساسات را گذاشتن و این اساسات به حسب زمان تطویر به عنوان یک مذهبی که دارای اصول و ضوابط و قواعد است مطرح شد. آیا امکان داره که مجتهد در همه این مراحلی که فرمودین اشتباه بکنه در فهم؟ طبیعی شک نیست. یعنی معصوم نیست. وقتی که هر امام میره گفت که گپ مرا به کتاب و سنت رجعت بده، به خاطر چی گپ است؟
یعنی امکان خطا وجود طبیعی است. 10 بار مجتهد عوض میکنه قضیه را. یگان بار خطا به معنای از این نیست که دلیلش ضعیف است. یگان بار خطا داری میکنه که مطابقت ندارد با زمانش، با مکانش. به طور مثال میگم از امام مالک رحمت الله علیه که سوال میکنه 30 سوال در 27ش میگه نمیفهم. چه فکر میگه امام مالک نمیفهمید؟ نه، امام مالک میفهمید. امام مالک میگه نمیفهم که ظروف تو چی رقم است. درست. دقیق شده؟ اون نفر میگه که من تو رو نمیشناسم، ظروفت نمیفهمم، بنان فتوایی که من میتونم حسب ظروفت نباشه در اینجا اشتباه میکنم. من باید تو را کاملا بشناسم و ظروفت باید درک بکنم. از این خاطر فتوا که متغیر میشه حسب زمان و مکان است. از این خاطر ما یک قاعده بسیار قوی داریم که میگم که هر مسئله مقید است، هر فتوا مقید است به زمان و مکانش. هر مسئله مقید است به زمان و مکانش. زمان و مکان عوض شد، اثر فکر کن. از این خاطر امام شافعی رحمت الله علیه وقتی که میبینیم که در حجاز زندگی میکنه یک مذهب داره، وقتی که در مصر میره مذهب دیگری ارائه میکنه، چون زمان و مکان تفاوت کرد. از این خاطر امام احمد حنبل رحمت الله علیه میبینیم در یک موضوع 4-5 نظر داره. از این خاطر فقهای حنفی رو میبینیم ابو حنیفه یک چیز میگه، امام یوسف دیگه چیز میگه، امام محمد دیگه چیز میگه، امام زفر دیگه چیز میگه. شاگرد با استاد مخالفت. کلش در حقیقت به خاطر اینکه ظروف متفاوت است، حالات متفاوت است. مشکل امروز ما همیشه که ما ایره ات قایم گرفتیم، نمیخوایم که ظروف خود را حسب ظروف خود از مذاهب، از آرای نظریات فقهای کرام استفاده بکنیم به منافع مردم خود و به منافع خوب زندگی کردن خود. این مشکل ماست و ما باید این مشکل را حل بکنیم تا به اساس از او تعصب کم شود، تا به اساس از او رفاه در جامعه بیاد، تا به اساس از او فقه اسلامی که مدت تبلور عظیمی دارد بتاند واقعا مردم در روشنی زندگی بکنه و آسان و ارزان بتانه با خود و با خدا و با مخلوق خدا باشند. جزاکم الله خیر. تشکر بسیار زیاد جناب مولانا عبدالسلام عابد که با ما همراه بودن. جناب مولانا، دوستان زیادی بعد از اعلان برنامه پیام فرستادن و عزیزانی هم چندین بار تماس گرفتن. اگر موافق باشید بعضی از تماس‌های دوستان رو بشنویم. عزیزان زیادی منتظر شما بودن که بتوانند در یک برنامه زنده با شما هم صحبت شوند. شماره تلفن برنامه رو عزیزان زیرنویس میکنن. خواهش ما این است که لطفاً فقط از طریق واتساپ تماس بگیرید و تماس مستقیم نگیرن دوستان، چون نمیتوانیم تماس مستقیم رو پاسخ بدهیم. از طریق واتساپ وقت ما خیلی کم هست، حدود تقریبا 15 الی 20 دقیقه وقت داریم. سوالتان را یا اگر صحبتی دارید خیلی مختصر در 1 دقیقه مطرح بکنید تا بتوانیم بیشترین تعدادی از دوستان رو داشته باشیم و ان شاء الله از طریق واتساپ عزیزان ما می توانند که تماس بگیرن. بله، بعضی از پیام هایی که عزیزان ما فرستادن، یک خواهشی که از عزیزان داریم، چون شماره تلفن های شما پیش ما ثبت نیست، عزیزانی که پیام میفرستن لطفاً در پایان پیامشان اسم خودشان را هم ذکر بکنن تا ما بتوانیم در برنامه خدمت جناب حضرت مولانا بیان بکنیم. یکی از دوستان به نام وحیدالله از پغمان نوشتن که در سالهای شروع دولت کرزی در دارالمعلمین سید جمال الدین افغان در رشته تاریخ محصل بودم و شما هم مضمون ثقافت اسلامی را برای ما تدریس می کردید. آیت مربوط به درس را بالای تخته می نوشتم. 2 سال قبل در مدرسه ابوبکر صدیق واقع تایمنی از دوره افتاء فارغ شدم و شما و دکتر صاحب نیازی رحم الله در محفل دستاربندی من تشریف فرما شدید. حادثه انفجاری که بالای شما رخ داد و به نمبر شما بسیار تماس گرفتم اما موفق نشدم که با شما صحبت بکنم. الله کند که دارای صحت کامل باشید. خوش شدم که از صفحه فیسبوک شماره شما را گرفتم. انشالله بعد از این امرایتان در ارتباط خواهم. تشکر. خدا شما را زنده و سلامت باشین. شماره تلفن یک نکته را اشاره بکنم که شماره تلفن شخصی جناب حضرت مولانا نیست، شماره تلفن برنامه است. عزیزان می توانند که در موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه سوالات خودشان را مطرح بکنن و
از جناب حضرت مولانا بپرسن. بیننده دیگری که 3 شماره آخرشان 322 است نوشتن السلام علیکم و رحمت الله جناب مولانا، امیدوارم که بتوانم همراه شما هم صحبت شم. تشکر میکنیم از این برادر یا خواهر عزیز. بیننده عزیزی که 3 شماره آخرشان 696 است سوال کردن که جناب مولانا 2 بار نماز جنازه خواندن برای یک میت چه حکم دارد؟ استاد 2 بار سوالشان رو توضیح هم دادن. روزی رفتم بالای جنازه تا بالاش نماز بخوانم، گفتن که میت قبلا نماز جنازه بالاش خوانده شده لیکن دوباره بالایش نماز خواندیم. حتی افراد و اشخاصی که قبلا نماز خوانده بودن دوباره با ما همراه شدن. استاد یگان بار رواج ها و یگان دیکتاتوری ها بر فقهای ما غلبه میکنن. درست. 2 بار جنازه نداریم. پس اصلا اگر ما آدابی که در باب جنازه وجود داره او را رعایت بکنیم ضرورت به این نمیفته. درست. اگر 2 وقت نماز چه خوانده میتونیم؟ وقتی که ولی میت نباشه کدام قلدر بیا پیشه و نماز بخونه. درست. بار دوم خوانده میشه. در حقیقت اول نفی است. در حقیقت درست. اول نماز جنازه نیست. در بدون اذن ولی است. درست. در اون صورت ما هر دوش یعنی مشارکت کردن. هرگاه ولی حاضر بوده باشه و به اذن ولی نماز جنازه خوانده شه و بار دوم جنازه نیست. درست. اگر کسی کار را میکند در حقیقت خلاف اما روایات مذهبی ما عمل کرده است و یک شی مستحدث را در حقیقت در دین ایجاد کرده و خداوند متعال از این رقم حالات ما را نگاه بکنه. بنابراین ما طرفدار چونین 2 نماز خواندن نیست، مگرچه یک تعداد میگه که در این ولایت 1 بار نماز خوانم با جنازه را میبره، در یک ولایت دیگر 2 جا باز میخوانه. این چیز یک تکلف بیجای است و نباید چونین کار صورت بگیره و اما یک جنازه کافی است در صورتی که ولی و با وجود داشته باشه. ولی نباشد جنازه سر گرفته میشه و جنازه اول در حقیقت لغو است. بیننده نوشتن و این سوال خیلی عزیزان است که آیا ایستادگی و جنگ در مقابل طالبان از نظر اسلام جواز دارد؟ خب من خود دوست داشتم که این برنامه ما کاملا یک برنامه فقیه بوده باشه و چندین نقطه را من باید با صراحت عرض بکنم، دوستا باید متوجه بوده باشن. تحولی که امروز صورت گرفت یک تحول بسیار میمونی است و باید جدی را در نظر بگیریم. استعمار از کشور ما رخت بست الحمدلله و این بزرگترین دستاورد برای تمام مردم افغانستان و مسلمان است. نکته دوم جزایر قدرت ختم شد. دیگر تو نمیگی که فلان جایی است فلان جایی است. درست. سوم امنیت در افغانستان آمد نسبیش، یعنی در راه دزد و چپاولگر و این و آن نیست. سوم افغانستان یک خطه واحد شد. چهارم ما روزانه بیشتر از 2.5 جوان خود را در جنگ از دست میدادیم و الحمدلله امروز نمیدیم. ما بیشتر از 500 نفر زخمی داشتیم، امروز نداریم. ما یک نظامی داشتیم که سخت سیکولر بود و به طرف بیدینی روان بود. الحمدلله از او بدبختی خلاص شدیم. یک اداره بسیار فاسد دزدی داشتیم، از او خلاص شدیم. حالا یک سلسله مشکلات با طالبان داریم، در این شک نیست. استبداد باید ختم بکنن، به اراده مردم باید تسلیم شود، دیکتاتوری نباید بکنن، شمولیت را به معنای زی تعبیر نکنه که هر جایی که هست باید مولوی صاحب نصب بکنن، بلکه و به این معنی هم نیست که هر دزد و راهزن حکومت قبلی رو بیارن. قطعا هدفی نیست. ما بسیار کوادر خوبی داریم، انجینرهای خیلی خوبی داریم، دکترهای خیلی خوبی داریم، در هر رشته لله الحمد و المنه غنی هستیم. بنابراین اعتماد بکنن با شخصیت ها. این چیزایی است که ما نقد میکنیم و با حکومت فعلی در حقیقت چی هستیم، بحث داریم سرش. ولی یکی از من سوال کرد که ما باید جنگ بکنیم. گفتم به خاطر چی جنگ میکنیم؟ به خاطر چی مرمی میزنیم؟ گفت نظام عدالت نداره. من گفتم به خاطر عدالت میتونی خون بریزی؟ کجاش عدالت است؟ آیا این قیمت چوکی، این قیمت عدالت اینقدر بلند است که ما باید جوانای خود از دست بدیم؟ صحیح شد؟ عدالت بیار و برای عدالت باید مبارزه بکنیم.
ولی نه تفنگ. درست. زیرا قیمت یک انسان به مراتب از که بلندتر است که ما به نام عدالت اجتماعی در حقیقت فوضا ایجاد بکنیم و جنگ ایجاد بکنیم و خون مسلمان را بریزانیم. خون مسلمان قیمتش بسیار 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 بلند است و کسایی که چنین کار میکنه یک بار پرسان بکنه خب مهربانی کن خودشان برود، اولادایشان، خانمشان، خودشان در بهترین جای زندگی میکنه و نمیخواد که گر سر بوتش بشینه و دیگر را میگه علا چیزی که اسلامی را نمیخواد، عقل ما را نمیخواد. ولی بله مبارزه به خاطر احقاق حق و عدالت اجتماعی راههای مطلوب خود را داره و ما باید به او کار بکنیم. بیننده پرسیدن که درباره نیت نماز لطفاً توضیح بدید که چطور باید نیت کرد در نماز. یعنی من جمله مسائل فقهی است که اختلاف بین فقها وجود داره. نیت خب به معنای قصد است. بله. یعنی که رفتیم وضو گرفتیم و آمدیم و جای نماز انداختیم دیگه شما دیگه چی میکنید؟ قصد کردید. درست. و زبان علمای قبلی ما میگه نکنین این کار، از جمله بدعت میداند. علمای متأخرین میگه بگوین به حدی که خودش مشکل ایجاد را نکنه. یعنی درست. خود امیگ به زبان گفتن مشکل را ایجاد نکنه. مثل که یک وقت ما میبینیم یک برادر علی جان نام داشت. بله. یه دیگه که امام که میگفت الله اکبر بازی میکنه، نیت میوک ادا کم سلا را کردم باز اصلا نه اثر با شروع میکرد. یک وقت امام در رکوع رفته از نیت خلاص نمیشه. وسواس. بنابراین این نیت وسیله وسواس نشود. اگر به خاطر ثابت بودن وقت و نماز و رکعت یک کس به زبان بگه در صورتی که تکرار نکنه با تکبیر اولا، یک تعداد فقها اجازه میده، ولی اصل فقها میگه تعلق به قلب داره و آمدن خودت جای نماز و صف و کلش دلیل بریسته که هم تو وقت را در نظر گرفتی، هم تعداد رکعات را در نظر گرفتی، هم ایستاده شدن به طرف قبله را در نظر، کلش در نظر هست و چون این کار را صحابه کرام به زبان نکردن بنان شما هم نکنید. درست. بیننده پرسیدن که جناب مولانا ما گفته می توانیم که باید هر کدام از انسان‌های عادی باید پایبند یک مذهب خاص باشد ولو اینکه در یک مسئله راجح بودن قول مذهب دیگر برایش ثابت شود. ببین اول که خودش میگه نفر عادی، پس این از کجا پیدا کرد که راجح است؟ جای خوانده مثلا دو دلیل حتما پیش روی خودش نه امکان نداره است. در اصل تکنولوژی یک کسی که چی نیست، دانشمند نیست، چطور میگه که ما در اینجا ترجیح میتونم؟ اهل ترجیح نیستیم. درست. اهل ترجیح از خود تعریف داره، متخصص ترجیح میکنه. صحیح شده؟ بنابراین کسی که تخصص نداشته چگونه بر خود جرأت میده؟ ما در یک جای شده بودم مثلا کسی از ما پرسان کرد که یعنی تقدیر چی است؟ بعدم برش گفتم که مرا اهل ازی میدونی که جواب برش بدم؟ گفت بله. گفتم در این صورت یک هفته تو باید 1.5 ساعت خانه ما بیایی بحث میکنم بعد از او باز تو میفهمی. گفت خب بسیار سخت است. گفتم جوابم بسیار سخت است. نمیشود استاد که یا تو بگی یک نفر هستد باز میگم به نظر من. این تو چیکاره که میگی به نظر من؟ تو اصول فقه را میفهمی؟ قرآن و سنت خوب میفهمی؟ اقوال فقها و صحابه را میدونی؟ تو میفهمی که یک لفظ خاص چی است، عام چی است، مشترک چی است، معول چی است، ناسخ چی است، منسوخ چی است، حکم هر کدام از این چی است و ایمیل که تو ثابت کردی اقیم الصلات کدام چی است؟ چطور فهمیدی که اصلا این قول راجح است؟ یعنی از کجا میفهمی؟ این بسیار مشکل است استاد. مسئله ترجیح این قضیه بسیار بلند است. من میبینم کسایی که اونا فهم ندارن، از خود مجتهد جور نکنن، امی چار چوکات مذهبی بسیار چیز زیباست در امی زندگی بکنه. والله نمازش هم درست است، روزهش هم درست است، زندگیش هم درست است، نه بر خود جنجال ایجاد بکنه و دیگر را ایجاد بکنه. درست. اگر وقتی میگه که من اجتهاد اهل نظر و اهل ترجیح هستم، سبحان الله من خوش میشم که الحمدلله افغانستان ابو حنیفه های پیدا شود. این را خمارات نمیکنه، مبارک بوده باشه به مردم افغانستان که چنین مردم پیدا میشود. سلامت باشید. برادر عزیزی احمدالله از پروان پرسیدن که به خاطر کار و مشکلات زندگی مدت زیادی شاید هم سالها از خانواده دور می باشیم. چند ماه یا چند سال شرعاً جایز است که انسان از خانواده خود دور باشد؟ اول خداوند متعال مشکلات ما شما را حل بکنم. دعا میکنه که پروردگار به مردم ما رحم بکن و مشکلاتشان را حل بگردان. تو رحیم و کریم و مهربان هستی و عزیز هستی و غالب هستی، میتونی همه مشکلات را حل بکنی.
ما میدانیم که واقعا مشکلات جدی در کشور ما هست. درست. اگر حسب تعبیر حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه برویم که از حضرت حفصه پرسان را میکنه و اون برکه اشاره میکنه با 4 انگشت خود، یعنی 4 ماه در 4 باید انسان در خانش بیاید. این خوب است. و اکنون که تواصل اجتماعی با توسط تلفن و توسط اینترنت وجود داره، اگر کمی بیشتر هم شود ما این مشکل را نمیبینم، ولی هر انسان خود را خوب میشناسد و ظروف خود را خوب میشناسد، امکانات خود را خوب میشناسد. اگر وفق از او عمل بکنه انشاءالله بهترتر خواهد بود که هر چیز زودتر به خانش بپیونده تا بیاید. تماس یکی از بینندگان رو بگیریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چطور خوب هستی؟ تاجیک عبدالله. برادر عبدالله از تاجیکستان. جناب مولانا عبدالسلام عابد مهمان برنامه هستند. اگر سوالی دارید می توانید که از ایشان بپرسید. خیلی سخناتون رو گوش کردیم. تشکر از جناب مولانا، همه سخناتون رو گوش کردیم. یک چیز ما را به تعجب می‌برد، حضرت مولانا رو پرسان کردن که برای چی بعضی طالب علما ابن تیمیه را زندیق می‌حسابند، از حنفی هم هستند. همین باره کمی روشنی اندازه. تشکر. تشکر از شما. تشکر از شما. ببینید برادر عزیزم، هیچ عالم ما و هیچ فقیه ما در رابطه به هر مسلمانی که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله چنین گستاخی نکرده و نخواد کرد. درست. رسول علیه السلام صریح تعبیر برام میکنه که من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فهو فی ذمة الله. امام ابن تیمیه رحمت الله علیه از جمله شخصیت های بسیار بلند علمی هستند و با تمام احترام به اقوال و نظریاتشان میبینیم. انسان بسیار بزرگی بود، خدمات بسیار بزرگی کرده، الگوی ما شما هسته و از جمله شخصیت هایی است که ما با او میبالیم. استغفر الله که کسی را زندیق بگوید و هیچ عالم چنین گپ را نزده است. کسایی که چنین تعبیر را کردن، اولی که یگان بار بعض سیاست ها داخل می شود، یک قول نسبت داده می شود به یک نفری که در حقیقت او را نگفته. یا یک نفر، یک عالم در یک زمان نمیشناسه او جانب مقابل، یک قول غلط و بسیار بدی را به او عالم انتقال می دهد و به حسب از او قول میگه که قائل چنین قول زندیق است. اگر چنین چیزی آمده باشه به این شکل است. بنان همه علما و همه فقها و همه احناف به شخصیت بسیار بلند امام ابن تیمیه رحمت الله علیه احترام بسیار بلند دارد. طبیعی که نظریاتشان گاهی با مذهب ما نیست و در مذهب ما هم نیست. بنان ما مکلفیت به تقلید از اقوال از او را نداریم و حق داریم که به اصلاح اقوال را نقد بکنیم و مورد بررسی قرارش بدیم. و این نقد به معنای از این نیست که کسی را کوچک بدانیم نظرش را و فقهش را و تعبیرش را. بله. جناب مولانا 3 دقیقه وقت داریم. ماه رمضان پیش رو است. بیننده پرسیدن که جناب حضرت مولانا رشاد هستم. الله سبحانه و تعالی سایه شما را از سر ما کم نکند. برادر فرمودن در مورد نماز روزه مسافر اگر شرح بسیار کوتاه بدید. خب مسافر خب واضح هست که سر از او روزه هم نیست و در حقیقت نمازشان از 4 رکعت به 2 رکعت تبدیل می شود. آسانی بسیار زیادی را شریعت الهی در اختیار از او گذاشته است، ولی در باب روزه بهتری است که روزه بگیرد، زیرا از ثواب و از عظمت عظیما و از فیوزات عظیما و از برکات عظیما نباید محروم بوده باشه. کوشش بکنه که روزه بگیره. اگر ظروف خوب نبود و خودش میدانست که نمیتونم با مشکلاتی که روبرو است، میتونه روزه را افطار بکنه و نماز 4 رکعتی را 2 رکعتی بخونه و از این آسانی و سماحت دین استفاده بکنه و رسول و همین تعبیری که وجود داره که خداوند متعال دوست دارد که یک بندیش اما تو که با
فرائض و با مکلفیت‌هایش عمل میکنه، یگان بار از رخصت‌های الهی هم استفاده بکنه. درست. الله ای را دوست دارد. بنان یک رخصتی است میتونه که استفاده بکنه. یک نکته را باید عرض بکنم که یک تعداد خود را همیشه مسافر میگه، تو نیست که مسافر بوده باشه. مسافر همون اکثرا دیگه 15 روز است. درست. در 15 روز دیگه او طرف که شوید باز خود بخواد حکم تبدیل می شود و دیگه باید وقتی که میفهمیم که 15 روز بعد نیت میکنم و همینجا میباشم، پس چیزی باید که در کل یا بعضی فقط سفرها رو در ماه رمضان میاندازن که روزه افطار کنن. بله، این کارا رو نکنیم و خوب نیست ان شاء الله که جزاکم الله از فیضات از این ما استفاده بکنیم. در اخیر من یک بنده بسیار عاجز فقیر هستم، اگر غلطی و اشتباه بوده باشه در تعبیر ما، خداوند متعال هم ما را ببخشه. از الله متعال بخشش میخوایم، خداوند متعال سر ما سخت نگیره. چیزی که گفتم فکر میکردم که مسئولیت ماست، اگر اشتباه و خطا باشه یا از طرف ما و از طرف سخن پایانی یک دعایی باشد برای ملت ما که الحمدلله در افق یک صلحی، یک آرامی در کشور پدیدار شده. الله سبحانه و تعالی این صلح آرامی را اللهم آمین. خداوند متعال صلح را در کشور ما پایدار بکنه، کینه و کدورت را از سینه های ما دور بگرداند. توفیق اصلاح را الله نصیب ما بکنه، ولات امور را الله توفیق اصلاح را نصیبش بکنه، ولات امور ما را خداوند متعال از تعصب دور بکنه، اونا را خداوند متعال افق بسیار بلند را نصیب بکنه تا بهترتر ببینه و حاکم همه بوده باشند، در خدمت همه بوده باشند، همه را برادر و خواهر خود بدانه و در خدمتشان و در حل مشاکلشان بوده باشه. الله متعال به لطف کرمش دیگه خون افغان را توسط افغان نریزاند و مشکلاتی که وجود داره رب العالمین به شرح صدر که یک حاکم پیدا میکنه، الله این مشکلات را حل بکنه. و صلی الله و سلم و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین. جزاکم الله خیر. تشکر بسیار زیاد از جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد که این افتخار رو به ما بخشیدن که در خدمت ایشان باشیم و تشکر از همه شما عزیزانی که صدها پیام آمد از طریق واتساپ و معذرت ما رو بپذیرید که امروز اولین برنامه بود، شاید زیاد به شکل منظم اجرا نشد، اما انشاءالله در برنامه بعدی سعی میکنیم که تک تک پیام های شما عزیزان رو پاسخ بدیم. الله سبحانه و تعالی به ما و به شما عزیزان توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو نصیب بکنه. همه شما بزرگواران رو به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر جناب. ان شاء الله خوب. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان